آخرین باری که صبح از خواب بیدار شدی و واقعاً حس کردی سرحالی کی بود؟ نه از اون بیدار شدنایی که با زور پلکاتو باز میکنی، نه از اونایی که تا قهوه نخوری آدم نمیشی، نه از اونایی که ساعت 10 صبح هنوز داری با خودت کلنجار میری که چرا اینقدر خستم. از اون بیدار شدنایی که چشماتو باز میکنی، یه نفس عمیق میکشی و حس میکنی زنده‌ای، حس میکنی انرژی داری، حس میکنی امروز میتونی یه کارایی بکنی. اگه یادت نمیاد یا اگه خیلی وقت این حسو نداشتی، این ویدیو دقیقاً برای توه. چون امروز میخوام باهات حرف بزنم از یه چیزی که شاید خودت هم نمیدونی داره بهت آسیب میزنه. ببین، یه پارادوکس عجیبی وجود داره توی زندگی خیلی از ما. از یه طرف میگیم خسته ایم، از اون طرف وقتی بهمون میگن خب برو استراحت کن، میگیم داداش من که کاری نکردم، فقط نشستم. این آشناس برات؟ مثلا تعطیلاته، کار نمیری، صبح تا شب خونه‌ای، ولی بازم وقتی شب میشه حس میکنی یه کوه رفتی و برگشتی. یا مثلا یه روز کامل هیچ کاری نکردی، فقط سریال دیدی، فقط گوشی چک کردی، ولی انگار 10 ساعت کار فیزیکی کردی. خیلیا فکر میکنن مشکل از خوابشونه، میگن شاید کم میخوابم، شاید بد میخوابم. ولی نه رفیق، موضوع اینجاست که خستگی فقط یه جور نیست و این دقیقاً چیزیه که کسی بهت نگفته. متیو واکر، نویسنده کتاب چرا میخوابیم، یه جمله جالب داره. میگه ما تنها موجوداتی هستیم که عمدن خودمونو از خواب محروم میکنیم. ولی جالبتر اینه که حتی وقتی میخوابیم بازم خسته ایم. چرا؟ چون خواب فقط یه جور استراحته، ولی بدن و ذهن ما به 7 نوع استراحت نیاز داره. آره، درست شنیدی. 7 نوع. و اکثر ما فقط یکیشو بلدیم، یعنی خوابیدن. قبل از اینکه برم سراغ اون 7 نوع استراحت، بذار یه چیز مهمو بهت بگم. مغز تو فقط 2% وزن بدنته، ولی 20% انرژی کل بدنتو مصرف میکنه. یعنی چی؟ یعنی فکر کردن، تصمیم گرفتن، نگران بودن، حتی اسکرول کردن توی اینستاگرام، همه اینا انرژی میبرن. و نکته اینجاست که مغز فرق نمیذاره بین استرس واقعی و استرس خیالی. مثلا اگه یه شیر جلوت سبز بشه، بدنت وارد حالت جنگ یا فرار میشه. آدرنالین ترشح میشه، قلب تند میزنه، آماده فراری. ولی اگه داری به فردا فکر میکنی که وای جلسه دارم، وای اگه ضایع بشم چی، وای اگه رئیسم ازم ایراد بگیره، مغزت همون واکنشو نشون میده. یعنی تو روی مبل نشستی داری چیپس میخوری، ولی مغزت داره با شیر میجنگه. امیلی و آملیا ناگوسکی توی کتاب فرسودگی یه مفهوم خیلی مهم معرفی کردن به اسم چرخه استرس. میگن مشکل اینجاست که ما استرس رو شروع میکنیم ولی تمومش نمیکنیم. یعنی چی؟ قدیما وقتی انسان از شیر فرار میکرد، میدوید، قلبش میزد، عرق میکرد، بعد یا میمرد یا نجات پیدا میکرد. اگه نجات پیدا میکرد، بدنش میفهمید اوکی، خطر تموم شد و آروم میشد. ولی الان چی؟ الان ما استرس میگیریم ولی نه میجنگیم نه فرار میکنیم، فقط میشینیم و فکر میکنیم. بدن میمونه توی حالت آماده باش، چون سیگنال خطر تموم شد رو هیچ وقت نمیگیره. نتیجه یه خستگی مزمن که هیچ خوابی درستش نمیکنه. خب، حالا بریم سراغ اون چیزی که قولشو دادم. دکتر ساندرا دالتون اسمیت یه تحقیق جالب انجام داده و گفته انسان به 7 نوع استراحت نیاز داره، نه فقط یه جور. بذاری یکی یکی با هم بریم جلو. اولین نوع استراحت، استراحت فیزیکیه. این همونیه که همه بلدن، خوابیدن، دراز کشیدن. ولی یه نکته داره، استراحت فیزیکی 2 جوره، فعال و غیر فعال. غیر فعال یعنی خوابیدن، ولی فعال یعنی یوگا، کشش، ماساژ، قدم زدن آروم. خیلیا فکر میکنن اگه بشینن رو مبل و هیچ کاری نکنن استراحت کردن، ولی بدنشون خشک شده، عضلاتشون گرفته، کمرشون درد میکنه. اگه شبا میخوابی ولی صبح کوفته‌ای، شاید به استراحت فیزیکی فعال نیاز داری. دومین نوع استراحت، استراحت ذهنیه. این خیلی مهمه، مخصوصاً برای کسایی که کارشون فکریه. وقتی ذهنت مدام داره فکر میکنه، حتی وقتی کار نمیکنی خسته میشی. میدونی مغز تو حتی وقتی داری سعی میکنی بخوابی هم داره کار میکنه؟ داره لیست فردا رو مرور میکنه، داره نگرانی‌ها رو دسته‌بندی میکنه. استراحت ذهنی یعنی به مغزت بگی فعلا تعطیل. چطوری؟ یه راه سادهش اینه که هر چیزی که توی ذهنته بنویس روی کاغذ.
جیمز کلیر توی عاداتهای اتمی میگه وقتی چیزی رو مینویسی مغزت میفهمه که لازم نیست دیگه نگهش داره. یه راه دیگهش اینه که بین کارات وقفه بذار. هر 90 دقیقه حداقل 5 دقیقه کامل از کار جدا شو. سومین نوع استراحت حسیه. این یکی رو کمتر کسی جدی میگیره. ما توی یه دنیای زندگی میکنیم که حواسمون دائم داره بمباران میشه. صدای نوتیفیکیشن، نور آبی صفحه گوشی، صدای ماشین، صدای تلویزیون، تبلیغات، پیام‌ها، ایمیل‌ها. مغز تو برای هر کدوم از اینا باید پردازش انجام بده، حتی اگه بهشون توجه نکنی. استراحت حسی یعنی یه مدت از همه اینا دور بشی. یه کار ساده، امشب 1 ساعت قبل خواب گوشیتو بذار توی یه اتاق دیگه، یا 10 دقیقه چشماتو ببند و توی سکوت بشین. نه مدیتیشن، نه هیچی، فقط سکوت. شاید اولش سخت باشه، ولی بدنت بهش نیاز داره. 4مین نوع استراحت خلاقانه است. اگه کارت خلاقیته، یا حتی اگه توی زندگی مجبوری مدام تصمیم بگیری و حل مسئله کنی، به این نوع استراحت نیاز داری. استراحت خلاقانه یعنی بذاری ذهنت آزادانه پرسه بزنه. رفتن توی طبیعت، تماشایی منظره، گوش دادن به موسیقی بدون کار دیگه. نقاشی کردن حتی اگه بلد نیستی. نکته اینجاست که نباید هدفی پشتش باشه. فقط بذاری ذهنت بازی کنه. 5مین نوع استراحت عاطفیه. این یکی خیلی مهمه و خیلی ازش غافلن. استراحت عاطفی یعنی یه جایی باشه که بتونی واقعی باشی. نه اون آدمی که سر کار نقش بازی میکنی، نه اون آدمی که جلوی فامیل خوب به نظر برسی، نه اون آدمی که توی اینستاگرام نشون میدی. خودت، با ترسهات، با نگرانیات، با ناراحتیات. اگه مجبوری همیشه ماسک بزنی، بدون که داری انرژی عاطفی خرج میکنی. استراحت عاطفی یعنی یه آدم امن داشته باشی که باهاش حرف بزنی، یا حداقل با خودت صادق باشی. 6مین نوع استراحت اجتماعیه. شاید بگی من که با دوستام هستم، پس این موردو دارم، ولی صبر کن. استراحت اجتماعی یعنی با آدمایی باشی که بهت انرژی میدن، نه آدمایی که ازت انرژی میگیرن. یه سوال ازت بپرسم. بعد از دیدن بعضی آدما حس میکنی سبک شدی یا سنگین؟ بعضی رابطه ها انرژی بخشن، بعضیا تخلیه کننده. استراحت اجتماعی یعنی یا با آدمای مثبت باش یا تنها باش، ولی با آدمای سمی نباش. 7مین نوع استراحت معنویه. این لزوماً مذهبی نیست، هرچند میتونه باشه. استراحت معنوی یعنی احساس کنی زندگیت یه معنایی داره، یه هدفی هست، یه چیزی بزرگتر از خوردن و خوابیدن و کار کردن. وقتی حس میکنی زندگیت بی‌معنیه، یه جور خستگی عمیق میاد سراغت که هیچ خوابی درستش نمیکنه. این میتونه از طریق دعا باشه، مدیتیشن باشه، کار داوطلبانه باشه، یا حتی وقت گذاشتن برای چیزایی که واقعاً برات مهمن. خب تا اینجا فهمیدیم که خستگی فقط یه جور نیست و فهمیدیم که خوابیدن تنها راه استراحت نیست. ولی سوال اینه از کجا شروع کنم؟ بذار یه فرمول ساده بهت بدم. قدم اول تشخیص بده کجا خالی شدی. از خودت بپرس کدوم نوع استراحت و مدت هاست نداشتم. مثلا اگه مدت هاست با هیچ کس راحت حرف نزدی، استراحت عاطفی کم داری. اگه مدت هاست توی طبیعت نرفتی، شاید استراحت خلاقانه یا حسی کم داری. اگه شبا میخوابی ولی صبح کوفته‌ای، شاید استراحت فیزیکی فعال کم داری. قدم دوم، چرخه استرس رو ببند. یادته گفتم استرس یه چرخه داره که باید تمومش کنی؟ راه‌های بستن چرخه استرس اینان: حرکت فیزیکی، یعنی 20 دقیقه پیاده روی تند، دویدن، رقصیدن، هر چیزی که بدنت تکون بخوره. تنفس عمیق، یعنی یه تنفس آروم که بازدم طولانی‌تر از دم باشه. مثلا 4 ثانیه دم، 7 ثانیه بازدم. خندیدن، یعنی یه خنده واقعی، نه لبخند الکی. گریه کردن. آره جدی میگم، گریه یه راه طبیعی برای بستن چرخه استرسه. تماس فیزیکی، یعنی یه بغل 20 ثانیه‌ای از یه آدم امن. قدم سوم، یه ریتم هفتگی بساز. نمیتونی هر روز هر 7 نوع استراحت رو داشته باشی، ولی میتونی توی هفته همشون رو جا بدی. مثلا شنبه قدم زدن توی پارک برای استراحت حسی و خلاقانه. یک شنبه زنگ زدن به یه دوست قدیمی برای استراحت اجتماعی و عاطفی.
دوشنبه 10 دقیقه کشش قبل خواب برای استراحت فیزیکی فعال. سه‌شنبه نوشتن توی دفتر برای استراحت ذهنی. چهارشنبه 1 ساعت بدون گوشی برای استراحت حسی. این یه نمونه است. تو باید بر اساس زندگی خودت تنظیمش کنی. قدم 4، استراحت رو مثل قرار مهم ببین. جیم لارنس توی کتاب انرژی تمام وقت میگه مدیریت انرژی مهمتر از مدیریت زمانه. ما یاد گرفتیم که برای کار وقت بذاریم، برای جلسه وقت بذاریم، برای دکتر وقت بذاریم، ولی استراحت رو میذاریم برای وقتی که همه کارا تموم شد و کارا هیچ وقت تموم نمیشن. پس استراحت همیشه عقب میفته. از امروز استراحت رو مثل یه قرار کاری مهم بذار توی تقویمت و بهش پایبند باش. خب رفیق، بذار یه جمع‌بندی کنم. اگه خسته‌ای حتی وقتی کار نمی‌کنی، مشکل از تنبلیت نیست. مشکل از اینه که نوع استراحتت اشتباهه. بدن و ذهن تو به 7 نوع استراحت نیاز داره: فیزیکی، ذهنی، حسی، خلاقانه، عاطفی، اجتماعی و معنوی. و خوابیدن فقط یکیشه. اول تشخیص بده کجا خالی شدی. بعد یه برنامه هفتگی بساز که همه نوع استراحت رو شامل بشه. و مهمتر از همه، استراحت رو ضدی بگیر. چون توی ماشین نیستی که بتونی بدون سوخت کار کنی. انسانی و انسانها به شارژ شدن نیاز دارن. حالا یه سوال ازت دارم و دوست دارم توی کامنت ها جوابمو بدی. کدوم نوع استراحت رو از همه کمتر داری؟ صادقانه جواب بده. هم خودت متوجه میشی، هم شاید یکی دیگه با خوندن تجربه تو به خودش کمک کنه. ممنون که تا آخر همراه هم بودی. مراقب خودت باش.